بچه امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. به جلسه امروزمونم خوش اومدید. بچه میخوایم بریم راجع به چی یاد بگیریم؟ نوشتم که le verbe pronominaux. le verbe یعنی فعلای pronominaux. بگو pronominaux. le verbe pronominaux یعنی فعلای ضمیردار. ببینیم یعنی چی فعلای ضمیردار. بچه ما فعلای بی‌قاعده رو یاد گرفتیم. گفتیم که اتخ و اواق و اله شدن فعلای بی‌قاعده ما. بعد یاد گرفتیم که فعلای گروه اول چجوری ان، فعلای گروه دوم چجوری ان، فعلای گروه سوم چطوری ان. حالا می‌خوایم یه فعل جدید رونمایی کنیم ازش که بهش میگیم le verbe pronominaux. بچه‌ها همه فعلای ضمیردار یا همون verbe pronominaux ها اولشون سو دارن. ببین مثلا الان سو réveiller، سو réveiller، سو maquiller، سو maquiller. نمیگیم سو مکیله ها، میگیم سو maquiller. سو doucher، سو doucher. سو reposer، سو reposer. پس سو réveiller یعنی از خواب بلند شدن. سو maquiller یعنی آرایش کردن. سو doucher دوش گرفتن. سو reposer استراحت کردن. ببین اولشون سو داره. دوباره بریم فعل ضمیردار یاد بگیریم. سو connecter. répétez après moi. بعد من تکرار کن. سو connecter. سو coucher. سو coucher. Se préparer. Se préparer. S'habiller. S'habiller. پس شد se connecter میشه کانکت شدن، وصل شدن. se coucher خوابیدن. se préparer خودتو آماده کردن. s'habiller لباس پوشیدن. دوباره فعل ضمیردار. se brosser les dents. بگو se brosser les dents. se brosser les dents. se coiffer. se coiffer موشونه کردن، موها رو مرتب کردن. se coiffer. se brosser les dents اینجا مسواک زدن. se coiffer موشونه کردن. خب حالا بریم ببینیم ما اینا رو چجوری باید صرف کنیم. فعلی که در نظر گرفتم صرفش کنم سمکیه هستش. گفتم سمکیه میشه آرایش کردن. بچه‌ها مکیه ببینید بذار اولیشو براتون بیارم. اینا سمکیه. ببین خود مکیه فعل گروه اوله. چرا؟ چون آخرش اوئق داره و شما برای اینکه صرف کنی دوباره باید اوئقش رو پاک کنی، به ترتیب اونها رو بهش اضافه کنی. چیزی که اینجا مهمه سوه. پس من سو رو چیکار کنم؟ بچه سو رو هم باید با فاعل صرف کنی. یعنی سو با جو میشه مو، جو مو. اینجا شده تو تو، ال سو، ایل سو. ببین با فاعل اون سوه صرف شده. مکیه هم که مثل فعلای گروه اول صرفش میکنیم. پس من آرایش میکنم je me maquille. تو آرایش میکنی tu te maquilles. اون دختره آرایش میکنه elle se maquille. اون پسره آرایش میکنه که نمیکنه il se maquille. il se maquille. خب ادامش ببین سو با نو میشه نو، با وو میشه وو، دوباره با ایل و الجم دوباره میشه سو. این در واقع همون سو هستا که اینجا حرف شده مو تو سو، نو وو سو. پس ما آرایش میکنیم نونو مکیان، شما خودتون آرایش میکنی وو مکیه، اونا خودشون آرایش میکنن ایل سو مکی، ال سو مکی. اوکی؟ پس ما فعلای ضمیردار رو اینطوری صرف میکنیم. میخوام با همین مکیه که میشه آرایش کردن یه چند مثال بزنم. بگم من خیلی آرایش میکنم. میگم je me maquille beaucoup. je me maquille beaucoup. من خیلی آرایش میکنم. میخوام بگم چرا تو آرایش نمی کنی؟ چرا چی میشه؟ pourquoi. حالا میخوام بگم چرا تو آرایش میکنی؟ چرا تو آرایش میکنی میشه pourquoi tu te maquilles. بگو pourquoi tu te
مکی، یعنی چرا تو آرایش میکنی. حالا میخوام بگم چرا تو آرایش نمیکنی، میگم pourquoi tu ne te maquilles pas. ببین نه و پر رو تو منفی فعلای ضمیردار بین ضمیرش و فعلش بذارید. حالا بیشتر قراره بخونیم. خب حالا یادتونه که ما مکیه رو صرف کردیم. من یه بار دیگه براتون صرف میکنم. je me maquille، tu te maquilles، elle se maquille، il se maquille، nous nous maquillons، ما خودمون آرایش میکنیم. vous vous maquillez، شما خودتون آرایش میکنید. il se maquille، elle se maquille، اونا خودشون آرایش میکنن. حالا اون دختره اون پسره. حالا بخوام منفیشو صرف کنم، بیا ببین نه و پر رو بین ضمیر و فعل میذارم. دیدی؟ پس نه و پر رو بین ضمیر و فعل بذار. پس من آرایش نمی کنم. je ne me maquille pas، تو آرایش نمی کنی. tu ne te maquilles pas، اون دختره آرایش نمی کنه خودشو. elle ne se maquille pas، il ne se maquille pas. می‌بینی منفیش. nous ne nous maquillons pas، میگم الان میگی چقدر شد. nous ne nous maquillons pas، vous ne vous maquillez pas، elle ne se maquille pas، il ne se maquille pas. پس نه و پر رو بین ضمیر و فعل میذاری. خب حالا میخوام یه فعل دیگر رو صرف کنم از فعلای ضمیردار. اینو میخوام صرف کنم. نگاه کنید اگه پیداش کنیم. نه بچه سبیه میشه لباس پوشیدن دیگه. چرا اینجا سو ابیه نشد؟ چون اش جز حروف صدا داره، به خاطر همین اشو پاک میکنم و از اینا براش میذارم. به خاطر همین شده این شکلی شده سبیه. بعد بچه تو صرفش هم همینطوری میشه ها. نگاه کنید بذارید براتون بیارم. آها میخوام بگم من خودم لباسای خودم میپوشم. من خودم لباسامو میپوشم. اوکی ببین سبیه بوده دیگه، باید پس سوشم صرف بشه با فاعل. فقط تفاوتو ببین. je m'habille، چرا نگفتم je me habille؟ چون حروف صدا دار داشته، پاک کردم. 2 تا حروف صدا دار کنار هم اومده. پس je m'habille، من لباسای خودم میپوشم. tu t'habilles، تو لباس میپوشی. elle s'habille، il s'habille، تلفظ رو ببین. بعد تازه فعل گروه اوله ها، همون جوری او اقو پاک میکنم به ترتیب اینا رو بهش اضافه میکنم. او اس او. ما لباس میپوشیم. nous nous habillons، vous vous habillez، il s'habille، elle s'habille. بچه فعل ضمیردار یعنی فعلی که خودت رو یه کاری رو خودت انجام میدی. مثلا من خودم آرایش میکنم، تو خودت آرایش میکنی. من خودم آماده میشم، من خودم آماده میکنم. اوکی؟ پس یه بار دیگه سبیه رو براتون صرف میکنم. je m'habille، tu t'habilles، elle s'habille، il s'habille، nous nous habillons، vous vous habillez، il s'habille، elle s'habille. خب حالا میخوام برم سراغ منفیش. گفتیم تو منفی فعلای ضمیردار نه و پر رو بین ضمیر و فعل بذار. من لباسامو نمیپوشم، من خودم لباسای خودم نمیپوشم. je ne m'habille pas، tu ne t'habilles pas، elle ne s'habille pas، il ne s'habille pas، nous ne nous habillons pas، nous ne nous habillons pas، vous ne vous habillez pas، vous ne vous habillez pas، il ne s'habille pas، elle ne s'habille pas. کافیه فقط نه و پر رو بین ضمیر و فعل بذارید. حالا که من مثبت و منفی صرف فعلای ضمیردار رو به شما یاد دادم، از شما میخوام این فعلایی که من صرف نکردم مثل se réveiller، se doucher، se connecter، se coucher، se préparer و se brosser les dents و se coiffer رو شما برای من مثبت و منفیش رو صرف کنید. بچه‌ها حتما صرفشم بنویسید که دیکته‌شم دستتون بیاد. کنار فعلای ضمیردار من خواستم یه چند تا فعل جدید دیگه به شما یاد بدم که اصلا ضمیردارم نیستن، فعل سادن. حالا گروه دوم، سوم، قاطی براتون آوردم. بچه‌ها بعد من فعلا رو تکرار کنید. lire، dire، allumer، rentrer،
faire mes devoirs. Faire mes devoirs. Faire des achats. Faire des achats. خب بچه لیر یعنی خوندن مثل read انگلیسی. دیر یعنی گفتن. allumer یعنی روشن کردن. روشن کردن کولر، تلویزیون. rentrer یعنی برگشتن. از یه جایی برگشتن. faire mes devoirs یعنی تکالیفم انجام بدم. do my homework. faire mes devoirs. faire des achats یعنی خریدای خونه رو کردم. faire des achats. خب بچه ها میخوام برم لیغ و دیغ که جز فعلای گروه سومه رو صرف کنم. لیغ رو ببین چجوری صرف میشه. من میخونم تو میخونی. میگم جلی، تولی، الی، ایلی، nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. خب منفیش هم میشه je ne lis pas, tu ne lis pas, elle ne lit pas, il ne lit pas, nous ne lisons pas, vous ne lisez pas, ils ne lisent pas, elles ne lisent pas. ناچاریم به حفظ کردن. حفظش میکنیم. منم حفظ کردم. حالا میخوام دیر که میشه گفتن رو صرف کنم. je dis, tu dis, elle dit, il dit. چه آهنگیه؟ nous disons, vous dites, elles disent, ils disent. منفیش میشه je ne dis pas, tu ne dis pas, elle ne dit pas, il ne dit pas, nous ne disons pas, vous ne disez pas, ils ne disent pas, elles ne disent pas. خب میخوام چند تا مثال بزنم. دیگه میشه گفتن دیگه. میخوام بگم چی میگی؟ میگم qu'est-ce que tu dis. یعنی تو چی میگی؟ qu'est-ce que میشه چی دیگه؟ qu'est-ce que tu dis. چی میگی؟ میخوام بگم که من به بابات نمیگم. من نمیگم میشه je ne dis pas. به بابات à ton père. بچه حرف اضافه دیگه یعنی یه چیزی رو به کسی گفتن. پس من به بابات نمیگم je ne dis pas à ton père. میخوام بگم چی میخونی؟ خوندن میشد لیر. چی میشه کسکو. پس چی تو میخونی؟ میگم کسکو تو لی. من یه کتاب میخونم. Je lis un livre. Je lis un livre. بچه ما همه اینا رو یاد گرفتیم که یه کار مفید انجام بدیم. همه اینا رو یاد گرفتیم که بتونیم راجع به برنامه روزانمون که از صبح تا شب انجام میدیم و بگیم. مثلا بگیم این ساعت از خواب پا میشم، صبحونه میخورم، آماده میشم، لباس میپوشم، مسواک میزنم، نمیدونم موهامو میکنم، میرم تو اینترنت سرچ میکنم، این کتاب میخورم، میرم بیرون تو رستوران. همه اینا رو شما با توجه به این جلسه‌هایی که یاد گرفتیم میتونید بگید. فقط قبل اینکه بیاین برنامه روزانمون رو بگیم، من میخوام یه چیزایی بهتون یاد بدم که وقتی میخواین ترتیب کاراتون رو بگید که مثلا اولین کارو میکنم، بعدش در آخر. برای اینکه حرف زدنتون و متنتون رو قشنگ کنید، میتونید از این عبارت‌ها استفاده کنید. سپختی. ببین، میخوای بگی اول، میگی d'abord. بگو، نمیگی d'abord، میگی d'abord. بعدش puis. بعدش ensuite. بعدش après. حالا واسه سواله که اینا همه شد بعدش. میتونم مثلا اول après رو بیارم؟ نه نمیتونی. ببین ترتیب بعدش شد باید به این ترتیب باشه. puis یه کاریو میکنی، چند تا کار میکنی، بعد میخوای بگی بعدش، باید بگی ensuite. و بعد اون کار après. در آخر finalement. در آخر. پس شد d'abord puis ensuite après finalement. خب بریم موضوع صحبت کنیم. به میخوام راجع به عادتهای روزمرم صحبت کنم. میخوام مثلا راجع به کارهای روزمرم از صبح تا شب چیکار میکنم به شما بگم، شما هم باید بتونید بگید. بچه‌ها تاپیکم میشه je veux parler de، یعنی میخوام صحبت کنم درباره mes habitudes quotidiennes. بگو mes habitudes quotidiennes. دوباره mes habitudes quotidiennes. Je veux parler de mes habitudes quotidiennes. خب بچه ها میخوام بگم ساعت 9 از خواب پا میشم. میگم
je me réveille à 9h. ببین دقیق ساعت 9. میخوای بگی دقیق یه کاریو میکنی قبل اون ساعته یه بیار. پس من ساعت 9 از خواب پا میشم. Je me réveille à 9h. اول دندونامو مسواک میزنم. D'abord je me brosse les dents. صبحونه میخورم. Je prends le petit déjeuner. به توییتر وصل میشم. Je me connecte sur Twitter. حالا شما به هر جا، به اینستاگرام، به میدونم به یوتیوب، هر جا. Je me connecte sur Twitter. توی اینستاگرام میچرخم. Et je cherche sur Instagram. بعدش آماده میشم که برم سر کار. Puis je me prépare. خودم آماده میکنم. Pour aller au travail. واسه رفتم به سر کار. خب با ماشین میرم. Je vais en voiture. تو دفترمم تا ساعت 5. Je suis dans mon bureau. بچه من هستم تو ادارم، تو دفترم میگم je suis dans mon bureau. اگه میخوایم بگین تا یه ساعتی، مثلا میخوایم بگین تا ساعت 5، تا ساعت 6، تا ساعت 7، تا ساعت 8، jusqu'à میشه تا. ببین اینجا نوشتم jusqu'à تا ساعت 5 jusqu'à 5 heures. حالا تو میخوای بگی تا ساعت 3 jusqu'à 3 heures. jusqu'à اون ساعته. بعدش برمیگردم خونه. Après je rentre à la maison. چرت میزنم. je me repose. آها تقریبا میخوای مثلا یه ساعتی رو تقریبی بگی، مثلا تقریبا ساعت 6، تقریبا ساعت 5. vers میشه تقریبا. مثلا تقریبا ساعت 6 vers 6 heures. vers 6 heures. تقریبا ساعت 5 vers 5 heures. تقریبا ساعت 2 vers 2 heures. تقریبا ساعت 6 یه چرتی میزنم. Je me repose vers 6 heures. تلویزیون نگاه میکنم. Je regarde la télévision. ساعت 9 شام میخورم. Je dîne à 9 heures. 12 شب میخوابم میگه، نیمه شب میخوابم. Je me couche à minuit. ببینید همه‌شو شما بلد بودید چون همه‌شو بهتون درس دادم. پس هیچ بهونه‌ای نمیتونید بیاید واسه اینکه یه متن شبیه این بنویسید. حتما بنویسید. یک بار دیگه بدون اینکه معنیش کنم من برنامه روزانه‌ام به شما میگم با اعتماد به نفس. انگار مثلا 200 سال فرانسه خوندم. Je veux parler de mes habitudes quotidiennes. Je me réveille à 9 heures. D'abord, je me brosse les dents. Je prends le petit déjeuner. Je me connecte sur Twitter et je cherche sur Instagram. Puis, je me prépare pour aller au travail. Je vais en voiture. Je suis dans mon bureau jusqu'à 5 heures. Après, je rentre à la maison. Je me repose vers 6 heures et je regarde la télévision. Je dîne à 9 heures et je me couche à minuit. پس بچه اول شروع میکنید فعلای ضمیردار رو بلد باشید که صرفش کنید مثبت و منفی. معنیاشو بلد باشید که مثلا خوابیدن، استراحت کردن، وصل کردن، لباس پوشیدن، آماده شدن چی میشه. ساعت‌ها رو بلد باشید که بتونید برنامه روزانه‌تون رو بگید. کلی فعل تا الان یاد گرفتید، همه‌شو میتونید تو متنتون استفاده کنید. اصلا لازم نیست واقعا برنامه روزانه‌تون رو بگید که وقتی از صبح تا شب خونه اید میگید من که کاری نمی‌کنم، میگم که je reste à la maison، من میمونم خونه. نه، این کار نکنید. الکی واسه خودتون داستان ببافید تو متنا. مرسی که این جلسه همراه من بودید. خیلی جلسه پرباری بود. دوستتون دارم. ابیانتو.